سلام برادرای عزیز، دوستان بهتر از جان، همه подписчиков، سلام و درود بی پایان به همه میگم. ماه شریف رمضان به همه بازم مبارک باشد. خداوند بزرگ روزه و نمازتان، روزه و نمازهای هممون به درگاهش قبول بگردونه. و چه گفتنیم، سالای کودک بودیم، ما در یک جای در یک دهه بودیم که جیلدره، دهه سنتوده که تولد شدیم به دنیا اومدیم و اصلا در جیلدره گفتنی جای یک جای بود که سویت نبود، مقصد سر زمین بود، ارنده بود. حاجی اونجا هم تای آب دای مردمی سنتوده همش میدونن وقتی که گیس کشید تای آب دمون همون سالا که سویت نبود. بعد پدرمون هرچی را نقل میکرد گوش میکردیم. همین درباره شرارت به نهایت بسیار گپ میزدن. ما راستی گپ کودک که بودم، ما به نهایت همین در هیجان میومدم وقتی که همین را میشنیدم. ایتن همین دخترک، ایتن همین خواهرک من، ما راستی گپ چندین این سالا زیق بودم و زیق میشیدم که همین چی خوب میکرده باشه، چی خیلی میشیده باشه. وقتی که بعد نمیدونم کلان کشیدیم دیگر هشمون به هر طرف کشید. راستی گپ داری بورا فکرم نکردیم. و ما چند سال پیش در بورش در اینترنت در اومدم دیدم خیلی چی گپ بده چی گپ نبده. شما وقتونم دیده با مینه خیلی معلومات جمع کردم در بورش. اینوز یک همین برنامه در گپ میزنم و ما میخوام که برم همونجا را بنوار بگیرم، هم خودم تماشا کنم، من برای شما ببینین یک بار دیگه. خیلی راستی گپ چیزی که میدونیم با من میخوام که همین را انیقتر بفهمم، ای پیش به چشمای خودم ببینم. اگر که مقصد که خواهرکمون مایل خواهش داشته باشم، من البته که با همراهی یزنه بگیم، اگر که خواهش داشته باشم من مقصد میرم بنوار میگیرم. مقصد خودشون میخوام که صحبت کنم. اگر که مایل خواهش داشته باشم، نداشته باشن هیچ گپ نه هیچ گپ نه. اگر که نداشته باشن هیچ گپ نه، داشته باشن البته در کامنتر بنویسن. البته که میایم هم خبرشون میگیریم. چه خیلی که میگن که آدم با آدم زنده است. البته که یک بار پیش ببینیم با خوبتر میشود. اگر خواهش نداشته باشن هیچ گپ نه. و ما با بحر شما نکن چی موادی که هست داری میگم تو نه. 23 ینوری سال 1989 این واقعه رخ داده. این زمین جنبی شدگی ما در اینترنت دیدم. هر گپ و هر واقعه هست ساعت 3 شب که هم وقتی خوب داد چند زمین لرزه شدگی اکا اینترنت میچوره شنیدم. همش همین ساعت 3 شب ده میشیده. بعد از همه زمین جنبی، زمین لرزه، شراره 6 روزه، تنها زنده مانده است. از روی شنیده های ما صاحب شوهر و 3 فرزند، 3 دخترچه دارد و ما مردم تاجیک دعا میکنیم که در بالای سر فرزندایش سایبان باشد و عمری درازی پربرکت بیند. و دوستان عزیز، در آخر برنامه چه گفتنیم؟ انتظار باشید انشالله که خداوند نکشمونه یا فردا یا پس فردا برنامه تیار می شود. شما البته که تماشا میکنید. من میرم همونجا را از نزدیک به نوار میگیرم، هم خودم تماشا میکنم هم شما تماشا کنید. باقی سربلند و خانه آباد باشید. خداوند یار و مددگارتان در این ماه شریف رمضان همش برای شما تماشا کنید و حلاوت ببرید. خداوند نگهبانتان.